هندک تعلیمات اتنی اشیم بیشم بریار اتنی هات نورگرتن بو کو پتر حوالاتی شیخ خوب پارزید چل مال بید چند تبیا شد زیادتر پاکش کردن خارنه یا سبزاتی هبیت المال هر واسش هندک مطعمت بشكل عام ام بيجين سبزاتي مكرا دو جدا ما جدا كرن سبزاتي ورقي قدغايا ممنوعه بتشي ويك نهايه يعني پیشکش کردن ناف مطعمه سبزاتی که وقت خيار و طماطم و بیبر او تشتانه که نه ورقیه و اویش دی لجانت مای متابعه کن که بشه که يعني پتا باقش کردن چپ آوه گرم بد يعني چپ کلور بد يعني چپ بخوی بد بس بشه که تعقیم الوی سبزاتی بهتر کردن. وقت آماده کاری بو و نخوشیه هر سال هیوا چهار هم دست بد کین آماده کاری و لیش نتایبت و بدوسی تایبت بو برنگاری و نخوشی ام کین افصال جوکی هم سال ما آماده بو نخوکریه حتی نو کچه حالت نهاتینا رگاندن دستی شاکرن الپارزگاه دو که همی ریکارن پیتوی بو کنترل کردن و نخوشیه و دهیلان و نخوشی ما گرتی نبر دقل لاین پیوندی دار تایبتی روبری آوه یا جنگه که آوا ساخلم آوا پاکش ریکا سرکیه بو نهیلانا یا و نخوشیه اف نخوشیه بارابترش آوا پیش چد بیتو خارنو و خارنت یه پیش بوی و بکتریاره چند حالت که گمان کری هبون حالت تیت اسهال نگمان یعنی اسهال هی او همی ما پشکرین کرینه حتی نو که حالت ندار کتینه